یک فرمانده ارتش عراق روز سه‌شنبه گفت نیروهایش پاککاری بخشی بزرگ از یک روستایی را انجام دادند که چند پیش از دست جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در جنوب شرقی شهر موسول گرفتند. جنگ برای آزاد کردن موسول از دست جنگجویان در عراق بزرگترین عملیات زمینی از زمان حمله امریکا به عراق در سال 2003 است. رهایی شهر ممکن است سرنوشت گروهی به نام دولت اسلامی را حل کند که 2 سال پیش موسول را اشغال کرد. صادق رسان مهنا فرمانده دیویژن 37 پلهگرد عراق گفت تمام جنگجویان گروه دولت اسلامی را از روستای القصر راندند. ما بخشی بزرگی روستای قصر را پاککاری کردیم. ما باید بمب‌های باقی مانده را که دشمن در راه‌ها کشته است و مانع پیشروی نیروها می شود برچینیم. حالا متخصصان می خواهند بمب‌ها را بی‌ضرر کنند. یگان عضو داعش اینجا نمانده است. فيما يخص جرذان داعش لا يوجد أي واحد بالمنطقة. تقریبا 100,000 سرباز عراقی، رزمندگان کرد و گروه‌های مسلح اساساً شیعه مذهب در عملیات پس گرفتن موسول شرکت می‌کنند. نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا نیز به آنها هم از هوا و هم از زمین کمک می‌رسانند. عملیات 3 هفته شد ادامه دارد و نیروهای عراقی تقریبا 3/1 کناره‌های شرقی موسول را اشغال کردند و برای آسیب نرساندن به مردم ملکی آهسته حرکت می‌کنند. در مناطق تحت کنترل گروه به نام دولت اسلامی که سال 2014 موسول بزرگترین شهر در شمال عراق را اشغال کرد، بیشتر از 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند.